خدمتکاران شهر و نواحی ولایت ختلان امساله کوشش می‌نمایند که استحصال پله خصوصیت را افزون نموده کارخانه‌های صنعتی کشور و بیرون از آن را با محصولات وطنی تامین نمایند. جمعیت سهامی گشوده پله تاجیک در ناحیه جلال‌الدین بلخی در موسم سال برای فراهم آوردن شرایط کاری به خدمتکاران همه تدبیرها را راهاندازی نموده با آنها 900 قوطی کرمک دسترس کرده شده است. در نتیجه درست برآمدن پرورش کرمک و نگهبانی آن خدمتکاران به جانوری حاصل به دست آمده شروع نمودند. مورد ذکر است که رشد ساحه خدمتکاری محض از تخم کرمک خصوصی سری وقت دسترس نمودن کرمک به خواجگیداران و رایانه نمودن تکنولوژی پرورش آن میباشد. طی چند سال است که خدمتکاران شهر و ناحیه‌های ولایت با توصیه عالمان و متخصصان ساحه از نوع تخمی چینی استفاده برده حاصل دلخواه خویش را در استحصال پله به دست آورده ایستاده‌اند. یکی از عامل‌های دیگری افزون نمودن حاصل‌ناکی پله و بلند برداشتن صفت آن با آب و هوای محل و غذانوکی بلکه درختان توت سخت وابستگی دارد. در ناحیه جلال‌الدین بلخی در میدان 65 گیتار توت‌زار ارز وجود داشته در تامین کرمک با غذای ضروری بسندگی می‌نماید. در دوران صاحب اختیاری مملکت با مقصد پیشرفت ساحه یکچند برنامه‌های رشد ساحه کرمک‌پروری و کارکرد پله قبول گردیده است که هدف اساسی برنامه‌های مذکور فراهم آوردن شرایط و زمینه برای رشد باثبات ساحه‌های کرمک‌پروری، کارکرد پله در اساس کارکرد اشیاء خام محلی، تامین شغل اهالی، تهیه مکانیزم اقتصادی و عامل‌های عوضمندگردانی برای جلب سرمایه‌گذاری‌های بی‌واسطه به شمار می‌رود. ذکر باید نمود که اولین شده در ناحیه خواجگیداران جمعیت دهات نواحی با جمع‌آوری پله شروع نموده وارد نقطه قبول پله ناحیه کرده تا به امروز زیاده از 4 تن پله خصوصیت استحصال نموده در عرصه انجامیابی نقشه پیش‌بینی شده قرار دارند. امسال کرمککاران جماعت شهر گلستان 140 قطعه کرمک تقسیمات کردیم. موافق دورنامه 5 تن و 230 کیلو پله استحصال نماییم. تا امروزه 2 تن و 534 کیلو پله خوش‌صفت جمع‌آوری کردیم. نیت دارم که در روزهای نزدیک از اجرای دورنامه برآییم. با مقصد سریع و بی‌طلب جمع‌آوری نمودن حاصل به دست آورده خواجگیداران در استحصال پله از طرف جمعیت سهامی گشوده پله تاجیک به هر 1 کیلوگرم آن 20 سومانی پرداخت کرده شده است. نتیجه هوسمندگردانی خواجگیداران است که همساله کرمک‌پروران ناحیه کوشش بران می‌نمایند که از اجرای دورنامه استحصال پله با سلامتی برآیند. 2 قطعه کرمک گرفتیم و پرورش کردیم. 110 کیلوگرم سپاریدیم. بقیه‌اش با نیت داریم که 25 کیلوگرم بسپاریم. هر یک سر کیلوی کرمک 20 سومانی پرداخت کرده ایستادند. مشاهدان نشان داد که کرمک‌پروران جمعیت دهات نواحی خواجگی‌های به نام نیاز محمد بیکوف سفر جمعه و تورخان سنقلو از هر 1 قوطی کرمک تا 50-55 کیلوگرمی حاصل به دست آورده ایستادند. این از آن شهادت می‌دهد که کرمک‌پروران سال از سال در استحصال این نوع محصولات صنعتی تجربه بیش پیدا نموده کوشش بران دارند که استحصال آن را افزون نمایند. بنابر اطلاع نماینده جمعیت سهامی گشوده پله تاجیک در ناحیه جلال‌الدین بلخی این سال باید موافق دورنامه 30 تن پله استحصال نمایند. در واقع کرمک‌پروران ناحیه جلال‌الدین بلخی در سمت پرورش و استحصال پله تجربه بوی غنی دارند. اما ساله عملی شده دورنامه‌ای که به ذمه‌شان واگذار می‌گردد با سربلندی اجرای دورنامه می‌برند. این سال زیاده از 900 قوطی به خواجگیداران دسترس گردیده انتظاری آن دارند که زیاده از 30 تن پله خصوصیت استحصال نمایند. عین حال در همه جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه کرمک‌پروران با جمع‌آوری پاداش زحمت خویش مشغولند. اولین شده کرمک‌پروران جماعت دهات نواحی ناحیه با جمع‌آوری شروع نموده تا به امروز زیاده از 4 تن پله خصوصیت استحصال نموده در عرصه انجامیابی دورنامه پیش‌بینی شده میباشند. این سال انتظاری آن دارند که قیاس به سال گذشته استحصال پله را افزون نموده در تامین کارخانه‌های صنعتی با اشیاء خام سهم ارزنده خود را گذارند. کامران نیازی، غیور شاهی مردان برای برنامه اخبار از ناحیه جلال‌الدین بلخی.